سلام دوباره خدمت شما دوستان عزیز، خوش آمدید در پارت دوم صرافی بایننس. دوستان مثل همیشه اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین حتما کانال رو سابسکرایب کنید و لایک یادتان نره، زنگوله بغلش هم روی آل قرار بدین که از این به بعد قرار ویدیوی آموزشی زیادی داخل این کانال پست بشه که میتونه شما را این دنیای پیچیده ارز دیجیتال برای شما خیلی خیلی راحت کنه. خب دوستان، احراز هویت ما کلا داخل صرافی بایننس تکمیل شد. اینجا میبینید که تیکش هم آمده، ویریفای شده اکانت ما. و دومین قدم ایه که باید پول داخل صرافی بایننس بفرستیم تا بتونیم با خرید و فروش ارز دیجیتال شروع کنیم. داخل وقتی اکانت شما که ویریفای شد داخل بایننس اومدی، این داخل داشبورد این صفحه برای شما نشان داده میشه. اینجایی که نوشته deposit withdraw cash in، وقتی روی cash in که بزنی میتونی پول داخلی صرافی بایننس از طریق بانک بفرستی. حالا بعدش در این صفحه میای اینجا که نوشته sell and buy، بعد در این سومیش که هست deposit، روی deposit که بزنی خب میای الان اینجا نوشته deposit fiat. چون ما دو نوع میتونیم داخل صرافی بفرستیم، یکی ارز دیجیتال میتونیم دریافت کنیم، یکی میتونیم پول دریافت کنیم. ما میخوایم پول دریافت کنیم داخلی صرافی بایننس. اینجا میبینید دوستان روش های خیلی زیادی ما داخلی کشور آلمانم از این چند تا روش میتونید داخلی صرافی بایننس ما پول بفرستیم. اولیش که همیشه خودم همین کار انجام میدم از طریق بانک ترانسفر، از طریق سپا که هزینهش فقط 1 یوروی. فرق نمیکنه چقدر مقدار پول شما داخل صرافی از طریق بانکتان میفرستین، فقط هزینهش 1 یوروی. بازم روش دومی که هست یه هم بانک ترانسفر سپا بای هنوز امتحان نکردم چون جدید فکر کنم، ولی هزینهش خیلی پایینه. اینجا که هست 50 سنت. خب اینجا از طریق بازم مثلا روش های خیلی زیادیه دوستان. شما باید ببینید که از کدام کشور هستین، کدام برای شما کار میده. از طریق ویزا کارت هم میتونین پرداخت کنین یا داخل صرافی بایننس پول بفرستین، ولی هزینهش خیلی زیاده، 2% دوستان. یعنی اگر شما 100 یورو داخل صرافی بایننس بفرستین، یعنی 2 یوروش باید هزینه بدین، فیز بدین. پس بالاست، اما بهترش که است داخل از طریق بانک ترانسفر خیلی سریع میتونه، از طریق از این میتونید خیلی سریع داخل صرافی بایننس پول بفرستین. خب همین گزینه اولی را انتخاب میکنیم چون ما که داخل اروپا، داخل کشور آلمان میتونیم یورو بفرستیم، ولی شما میتونید اینجا هر پولی که خواسته باشین میتونین انتخاب کنیم. خب ما یورو رو انتخاب میکنیم، روی کنتینیو میزنیم. خب اینجا گفته که چه مقدار پول میخوای از داخل بانکتان داخل صرافی بایننس بفرستین. اینجا ما 100 یورو رو میفرستیم. میبینی 100 یورو 1 یورو فیز میگیره، 99 یورو داخل صرافی میرسه. حالا اگر میره 1000 هم یورو کنیم نگاه که بازم 1 یورو است. فرق نمیکنه چه مقدار پول شما بفرستین، هزینهش همو 1 یورو هست. خب روی کنتینیو میزنی. اینجا یک چیزی از اختیارهای خیلی مهم داده که رو باید دهش رعایت کنین دوستان. هر وقتی که شما پولی میخواین داخل صرافی بایننس بفرستین، نام صرافی شما باید با نام بانک شما یکی باشه تا پول شما برسه. برای مثال تو صرافی بایننس در نام توی، ولی نمیتونی از طریق حساب بانکی دوست داخل صرافی بایننس پول بفرستین. همچین چیزی امکان نداره. شما باید اما رقمی که گفتم بانکتان، نام بانکتان با نام صرافی بایننس یکی باشه تا بتونه پول شما برسه. خب اینجا وقتی شما از داخل بانکتان، من که هستم داخل آلمانم، از طریق اشپارکاسه بانک آنلاین بانکینگ میتونیم مستقیم کارت به کارت کنیم. ما این شماره کارت ده، در این شماره کارت
این هم نام بانک. و از همه مهمتر دوستان، این رفرنس کد باید در رفرنس کد درست بزنید تا پول شما بیاید. اگر این اشتباه بزنین پول شما نمی آید. حالا ما یکی از چایی که همیشه خودم برایش پول میفرستم برای شما نشان بدم که چطوری میتونیم بفرستین. اشپاک کاسا مولا. خب عکس هم میارم که شما راحت‌تر بتونین متوجه بشین. برای مثالیه خب حالا بزرگ اگه بشه که خیلی بهتره. آره میبینین دوستان، وقتی حالا من همی بانکیه که همیشه ازش میفرستم، ولی تقریبا کل بانک ها یکی کار میکنه. دیگه بالای بالا باید نام بانکتان رو بنویسید. برای مثال ای که از نام بانکتان ایره مینویسین در اینجا و در اینجا که نوشته ایبان، یعنی ایبانه، این شماره کارت ایبان میگه، امره در قسمت ایبان بنویسی در قسمت و در اینجا پولش انتخاب میکنین چه مقدار پول میخوای شما بفرستین. مثلا 100 یورو. وقتی شما اینجا گفتین که ما 100 یورو میخوایم دریافت کنیم، باید شما هم از طریق حسابتان، از طریق بانکتان باید 100 یورو رو بگین که 100 یورو رو ما میفرستیم. تو نمیتونی اینجا انتخاب کنی 100 یورو ولی وقتی که کارت به کارت کنی 200 یورو بزنی. حالا ما هنوز امتحان نکردیم که پول میرسه یا نه، ولی بهتره که وقت هر چیزی که اینجا میگی باید داخلی همی کارت به کارت هم همون مقدار بنویسی. اینجایی که نوشته Verwendungszweck، کسایی که آلمانن میفهمن، اینجا باید همون رفرنس کد بنویسی. الان این میره باید بنویسی دوستان. اینجا نوشته رفرنس کد روبروش، اینمی کد باید در قسمت Verwendungszweck یا همو حالا در فارسیش نمیدونم چه میشه، باید اینجا بنویسی دوستان. اگر این را ننویسی یا اشتباه بنویسی دوستان، پولتان هرگز نمیرسه داخلی بایننستان. پس اینا رو دیشان دقت کنین دوستان. همین چیزای مهم، پولش، رفرنس کدش، نام بانک و شماره کارت خیلی مهمه. دقت کنین که درست بنویسین. و این بکشان هم میتونی وقتی شماره کارت همو ایبانه بزنی اتومات پایین این نوشته میشه. بعد کوتاه همه رقم مقایسه کنین چیزی که داخل گوشیتان اومده با همین یکیه. خب دوستان، این هم بود از طریق پول فرستادن از طریق بانک داخل صرافی بایننس. امتحان کنین. اول همیشه با مقدار خیلی خیلی کم، برای مثال 2 یورو رو امتحان کنین ببینید پول شما میرسه یا نه. وقتی پول شما رسید بعد میتونین مقدار زیاد را بفرستین. برای امتحانی همیشه مقدار خیلی کم را بفرستین، چون ممکنه هر لحظه یک اتفاق بیفته یا مثلا یک جایی را اشتباه بزنین که پولتان گم نشه. به خاطر همیشه پول کم بفرستین ببینین که پول شما میاد یا نه. وقتی پولتان رسید باز میتونین مقدارش از زیاد کنین. در ویدیوی بعدی در پارت سوم وقتی پول ما که رسید با میخوایم با خرید و فروشی ارز دیجیتال شروع کنیم. پس دوستان، اگر هنوز هم کانال رو فالو نکردین یا کانال رو سابسکرایب نکردین، حتما کانال رو سابسکرایب کنین و لایک یادتان نره تا ما بتونم از این ویدیوی آموزشی برای شما بیشتر بگذارم. با تشکر دوستان.